الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله تعالی را سپاسگزار هستم که برایم توفیق داد تا در برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های راهنمود سنت به خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی قرار داشته باشم. در این قسمت از برنامه همچنان بحث ما در مورد توسل هست که میتوان گفت آخرین بحث و آخرین برنامه ما در مورد توسل خواهد بود. در این سلسله برنامه ها در مورد توسل های غیر مشروع هست که در برنامه گذشته در مورد توسل شرکی صحبت کردیم و قسمت دیگر از آن باقی ماند و آن این که بعضی ها می روند نزد قبور و نزد قبرها و حالا به هر صورت نزد قبرها یا بتها و میگویند که مستقیما نمیخواهند، میگویند که ما دعا میکنیم که اون شخص آن بت یا به هر صورت آن صاحب قبر صدای ما میشنوه و بعداً دعای ما به الله تعالی میرسانه و در واقع او وسیله است در میان ما و الله، اون میانجی است میان ما و الله و دعاهای ما را به الله تعالی میرسانه. مثلا میره میگه که یا فلان این خواسته مرا از الله تعالی بخوا، من مریضم، خداوند متعال مرا شفا بده. یعنی از اون مرده میگه که تو دعا بکن در پیشگاه خداوند سبحانه و تعالی. و به همین ترتیب این سخنها در قرآن عظیم الشأن رد بر اینها هم آمده و اینها شرعی نیست و اینها در سنت پیامبر علیه السلام و در قرآن عظیم الشأن همچون چیزی وجود نداره، همچون دعای، همچون توسل، همچون وسیله قرار دادنه. الله تعالی می فرماید که و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون. الله جل جلاله می فرماید آنها عبادت می کنند غیر از الله را، غیر از اللهی که اینها مالک نیستند و نمی توانند برای آنها رزق بدن از آسمان ها و زمین چیزی را، هیچی نمی توانند به اونها بدن. ولا یستطیعون، اصلا استطاعت این کار ندارند. شاید شخصی فکر بکنه که نمیدهند به این معنا نیست یا مالک نیستند به این معنا نیست که نتوانند. نه، نمی توانند، اصلا نمی توانند همچون کاری بکنن، نمی توانند برای انسان رزق روزی بدن. بعد الله تعالی می فرماید فلا تضربوا لله الامثال. الله جل جلاله می فرماید پس شما مثل نزنید برای الله سبحانه و تعالی کسی دیگر را و چیز دیگری را. بعضی از مردم وقتی به اونها گفته میشه شما چرا توسل میکنید، چرا میروید نزد او قبر و نزد شخص و نزد او بت استاد میشید و میگید که تو دعا کن که در حالی که او نمیشنوه و این همه مشکلات، بعد این شخص دعای شما را و خواسته شما را به الله تعالی برسانه. میگویند که ما اگر خواسته باشیم نزد وزیر بریم، نزد پادشاه بریم، باید وسیله داشته باشیم، باید کسی داشته باشیم که آبرو و حیثیت داشته باشه در پیشگاه پادشاه و در پیشگاه وزیر تا ای که ما به او وزیر و به او پادشاه برسانه. اولا الله تعالی را به بندگان الله مثال نزن ای انسان، چرا که خداوند میگه فلا تضربوا لله الامثال، برای الله جل جلاله مثل ها نزنید. این مثل های بیجایی که شما الله را به مخلوقاتش تشبیه میکنید و شبیه میسازید، این خودش خطرناکه. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. شما در واقع مبتلا به شرک و کفر شدید که غیر الله تبارک و تعالی را به الله مثل میزنید. ثانیاً الله مثل بندگانش نیست، مثل بندگانش، مثل بعضی از پادشاهایی که به دسترس نباشند، در خدمت ملت خود نباشند، الله این گونه نیست. الله میگوید شما در شب، در روز، در خواب، در بیداری، در هر آنی مرا بخواهید من در شما را اجابت میکنم. الله میگوید من از رگ گردن به شما نزدیکترم. مثل پادشاه نیست که دور دور باشه، یک عالم افراد داشته باشه که از اون محافظت بکنن. نعوذ بالله. این مسئله ها را برای الله نزنید، اینها مناسب الله نیست. و همچنین الله سبحانه و تعالی از مشرکین بیان میکنه که مشرکین آنها چی میگفتن وقتی که به اونها گفته میشد
و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله سبحانه و تعالی میفرماید که وقتی که اینها عبادت میکنند غیر از الله تعالی را، آنچه که نه به آنها ضرر میرساند و نه از آنها چیزی را نفع را به آنها جلب میکند، و بعد میگوین هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها میانجیگیران ما نزد الله هستند، اینها ما را شفاعت میکنند، اینها ما را شفیع میشوند در پیشگاه خداوند متعال و خداوند ما را میبخشد و برای ما جایگاه میدهد. و به همین ترتیب الله تعالی میفرماید قل اتنبئون الله، آیا شما برای الله تعالی جل جلاله چیزی را خبر میدهید بما لا یعلم، با آنچه که خدا نمیداند فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی عما یشرکون. الله سبحانه و تعالی از اینها بری و بیزار هست. الله جل جلاله پاک و پاکیزه است از اینهایی که شما میگویید. الله جل جلاله اگر میانجیگیرهایی میداشت، اگر الله نمایندگان میداشت حتما میگفت. الله میگه من نمایندگانی ندارم که دعای شما برای من برسانم، من نماینده‌ای ندارم که مشکلات شما رو برای من بازگو کنن. خود شما هستید، بگویید آنچه که الله سبحانه و تعالی میخواید از الله بگویید که من اجابت بکنم. آیا شما به چیزی الله را خبر میدید که الله خودش نمیداند؟ الله کسی را به نام نماینده نمیشناسد ولی شما برای الله نماینده تعیین کردید. الله کسی را نمیشناسد که میانجی باشد میان تو، واسطه باشد میان تو و الله، تو برای الله واسطه میتراشی؟ عجیب است. الله میگوید من واسطه ای را نمیشناسم در مابین خود و تو، نماینده ای را نمیشناسم در مابین خود و تو، پس تو از کجا اینها را آماده کردی؟ میخوایی که دعای تو را، مشکلات تو را برای من بازگو کند؟ خودتو بگو که من اجابت بکنم. مگر انسانی که توبه میکند الله تعالی نمیگوید توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، شما توبه کنید ای مؤمنین همه شما به سوی الله. نمیگه که یک نفر نماینده کنیم که بیای توبه شما رو به ما برسانه. مستقیما از الله تعالی طلب مغفرت بکنید، مستقیما از الله جل جلاله بخواهید. ادعونی استجب لكم و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. در هیچ جایی از قرآن کریم همچون چیزی نیامده که شما وسیله قرار بدیم به ای که به هر صورت اون وسیله و اون واسطه و اون میانجی و اون نماینده شما را به من برسانه. همچون چیزی نیامده. کجای قرآن هست؟ کجای قرآن همچون چیزی وجود داره؟ کجای سنت پیامبر علیه السلام همچون چیزی وجود داره؟ اینها همه افواهیات هست. همه اینها در واقع استدلال های شیطانی هست که شیطان به ذهن انسان ها القا میکنه. و همچنین الله تعالی در سوره مبارکه زمر، این آیتی که تلاوت کردیم آیت 18 سوره مبارکه یونس هست، الله تعالی در سوره مبارکه زمر آیت 3 میفرماید الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. الله تعالی میفرماید این کسانی که غیر از الله تعالی را عبادت میکنند، غیر از الله جل جلاله را پرستش میکنند، وقتی به اونها گفته بشه که شما چرا اینها را عبادت میکنید، اینها غیر الله هستند، غیر الله هستند، اینها را عبادت نکنید، اینها در جواب چی میگویند؟ میگن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها را پرستش و عبادت نمیکنیم مگر اینکه اینها ما را به الله نزدیک میکنند، اینها وسیله قرب ما به الله هستند. آیا این کسانی که امروز همچون توسل دارند همین را میگویند یا نمیگویند؟ میگویند ما پیامبر را عبادت نمی کنیم، ما امام را عبادت نمی کنیم، ما ولی را عبادت نمی کنیم، بلکه اینها وسیله ما هستند به سوی الله. الله سبحانه و تعالی از زبان مشرکین همین را بیان میکنه. آنها هم میگفتند ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها را عبادت نمی کنیم مگر این که اینها ما را به الله نزدیک میکنند و قرب، باعث قرب ما به الله تعالی هستند. ولی الله جل جلاله این چیز را رد میکنه، این چیز را ممنوع میخوانه. الله تعالی این چیز را تعریف نمیکنه که الله تعالی بگه که کار خوبی میکنن یا کار آنها را الله جل جلاله ستایش بکنه. نه خیر، حرف ستایش کردن نیست، حرف در جای رد است. الله تعالی اینها را رد میکنه. پس عزیزان، بینندگان گرامی، مواظب باشید، مستقیما از الله بخواهید، مستقیما از الله تعالی بخواهید، آن گونه ای که الله به شما گفته،
آنگونه خدا را عبادت کنید که خودش در قرآن تعریف کرده. آنگونه الله جل جلاله را بخوانید که الله تعالی خودش از شما خواسته، خودش از شما طلب کرده. آنچه در شریعت هست تسلیمیم و آنچه در شریعت نیست، چون عبادات و دعاها توقیفی هست، ما اجازه نداریم که از پیش خود چیزی را بسازیم و قیاس باطل بکنیم، قیاس مع الفارق بکنیم و این را به این مثل بزنیم و این را به این مثل بزنیم و خود ما هم ندانیم که چی میگوییم. بینندگان عزیز، این موضوع بسیار مهم هست. توسل دیگری باقی میماند که توسل بدعی هست. توسل شرکی نیست بلکه بدعی هست که این موضوع را ان شاء الله بعد از میان برنامه به خدمت بینندگان عزیز بیان خواهم کرد. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر امتی گواهی بیرون می آوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید. آنگاه در میابند که حق با الله است و آنچه سر هم می کردند گم و نابود می شود. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله، بحث ما در مورد توسل هست. توسل مشروع را در برنامه‌های گذشته بیان کردیم، توسل شرکی را همچنان بیان کردیم. حالا رسیدیم به توسل بدعی. توسل بدعی توسلی است که انسان به جا، به حرمت و به حق بندگان خداوند جل جلاله از خداوند جل جلاله چیزی را بخواهد. مثلا بگه یا الله به حق پیامبر صلی الله علیه و سلم، یا به حق فلان ولی، یا الله جل جلاله مشکل مرا حل بکن، یا به حرمت فلانی، یا به جاه فلانی. این دعاها و این نوع توسلها توسل بدعی هست. با آنها شرک نمیگوییم، اینها شرکی نیست، ولی این توسلها بدعی هست، یعنی بدعت. دلیلی صحیح بر این که این نوع توسل را تأیید بکند و این نوع توسل را اثبات بکند نه در قرآن عظیم الشأن وجود داره و نه هم در احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم. البته وقتی احادیث صحیح میگوییم، احادیث موضوع و احادیث ضعیف از تحتش بیرون میشه. نمیگوییم احادیثی وجود نداره، بله احادیثی در این مورد وجود داره که دلالت بر این میکنه که به حق پیامبر یا به حق حضرت آدم یا به حرمت فلان یا به حرمت فلان روایاتی آمده که استدلال شده و خواستن که ادعای اثبات بکنن، ولی حدیث صحیح در این مورد وارد نیست. همه احادیثی که در این مورد وجود دارد و میخواهند که این را اثبات بکنن، این نوع توسل را که به حق فلانی و به حرمت فلانی و به جاه فلانی از خداوند جل جلاله طلب بکنی، این نوع توسل را بعضی ها خواستن که اثبات بکنن، ولی حدیث صحیح در این مورد وجود ندارد. آیاتی از آیات قرآن در این مورد وجود ندارد. بنابراین ما بارها این موضوع را تکرار کردیم که عبادات و دعاها توقیفی هستند. آنچه که خداوند سبحانه و تعالی جایز دانسته بیان کردیم و شاید بعضی ها مانده باشه، حالا نمیگیم کلا همه بیان شده. آنچه که در قرآن عظیم الشأن بیان شده و آنچه که هم اشتباه بود بیان کردیم به خدمت عزیزان و بینندگان عزیز. این نوع توسل به جا و به حرمت و به حق، اینها نه در قرآن عظیم الشأن هست و نه در احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم. بنابراین میگوییم این نوع بدعت هست. نمیگوییم شرک، ولی میگوییم بدعت هست، چون دلیل
برای اثبات این دلیل صحیح و موثقی وجود ندارد. اگر وجود می داشت ما هم می گفتیم تسلیم هستیم، ولی وجود ندارد. دلیلی برای این در قرآن کریم و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، احادیث صحیح پیامبر، باز هم تکرار می کنم احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود ندارد. حتی در بعضی از کتب فقهی بعضی از مذاهب رد بر آن آمده است. مثلا در کتب فقه حنفی، در کتب احناف چنین آمده: و یکره للرجل ان یقول فی دعائه اسألك بحق انبیائک و رسلک و بحق فلان لأنه لا حق لأحد على الله سبحانه و تعالی جل شأنه. خوب دقیق باشید. میگه حرام است بر شخص که در دعای خود بگوید، این مکروه تنزیهی نیست، مکروه تحریمی است آنچه که در اینجا آمده و یکره للرجل، این که در دعای خود شخص بگوید چی بگوید؟ بگوید اسألک بحق انبیائک، ای الله من از تو طلب میکنم به حق پیامبرانت، و رسولک، و ای الله من از تو طلب میکنم به حق پیامبرانت، به حق انبیا و پیامبرانت، فرستاده شدگانت، آنهایی که تو فرستادی، و به حق فلان، به حق فلانی، حالا هر کس میخواد باشه، این فلانی هر کس میخواد باشه، لانه لا حق لاحد علی الله، چرا که هیچ شخصی بر الله حق نداره، هیچ شخصی بر الله حق نداره. حق وجوبی چی کسی داره بر الله تبارک و تعالی؟ بله، این در کتب فقه حنفی هست، در کتاب بدائع الصنائع، کتاب الاستحسان جلد 5 صفحه 126 و البحر الرائق که شرح کنز الدقائق هست جلد 8 صفحه 235 و دیگر کتب فقهی احناف در این مورد فراوان هست که این مطلب را بیان کردند. و به همین ترتیب چون دلیلی در این مورد وارد نیست، دلیل موثق و دلیل قوی در این مورد وارد نیست، بنابراین این عمل بدعت هست، چون نه در قرآن گفتیم وارد هست و نه هم در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر علیه السلام همچون دعای نکردند. شاید کسی بگوید که پیامبر علیه السلام مقامشان خیلی بلند بوده. بله، پیامبر علیه السلام مقامشان خیلی بلنده. ما گفتیم که بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصری در مورد پیامبر علیه السلام. اما چرا صحابه ای کار نکردن؟ در کجا وجود داره که صحابی به حق پیامبر، به حرمت پیامبر و به جاه پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت صحیح در کجا وجود داره که صحابی این کار را کرده باشد؟ در کجا یکی از ائمه اربعه رحمهم الله و رضی الله عنهم چون این کاری انجام دادن؟ آیا وجود دارد؟ اگر وجود دارد کجاست؟ ما را هم با خبر کنید. در کجا آمده که یکی از بزرگان دین که مورد یکی از تابعین، یکی از تبع تابعین، یکی از علمای بزرگ، یکی از علمای که به هر حال همه امت اسلامی به او احترام قائلند و همه به علم او و به جایگاه او اعتراف دارند، همچون حرف را زده باشد و همچون کار را کرده باشد. نمیگوییم که نگفتند، بعضی ها گفتند، بدون دلیل گفتند، دلیلی ندارند در این مورد، دلیل موثقی در این مورد موجود نیست. نه پیامبر، نه در قرآن آمده، نه پیامبر علیه السلام در حدیث صحیح موضوع را مطرح کردند، نه صحابه ای کار کردند، نه ائمه اربعه ای کار کردند، نه ائمه بزرگواری کار کردند. پس این دلیل از کجاست؟ از کجا میخواهیم دلیل از پیش خود بتراشیم؟ دلیلی در این مورد وجود ندارد. پس بناهن این نوع توسل بدعی است، توسل است که بدعت هست. خب عزیزان بیننده، در اینجا بحث توسل را تمام میکنیم. ان شاء الله در برنامه‌های بعدی همچنان در مورد بدعات اعتقادی صحبت خواهیم کرد، اگر پروردگار سبحانه و تعالی برای ما توفیق بده. تا برنامه‌های بعد یا تا برنامه بعد همه شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. الله جل جلاله یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Mm-hmm.